سلام، حالتون چطوره؟ من هادی هستم و خوش اومدیم به آموزش جذاب دیگه. تو این آموزش قصد داریم با هم این افکت خفن و جذاب رو آموزش ببینیم. اگه از این سبا آموزش خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که کانالم رو سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندین. خب بریم سراغ آموزشمون. خب در ابتدا کاری که انجام میدیم این شیپ رو که حالا من لینکش رو توی دیسکریپشن قرار دادم رو وارد برنامه فتوشاپ میکنیم و حالا هر عکسی که خواستین رو که این افکت رو روش پیاده بکنین رو وارد برنامه فتوشاپ میکنین. حالا من عکسی رو انتخاب کردم که حالا حالت قطب جنوب رو داره با اون شفق قطبی. کاری که میکنیم توی این قسمت اینه که با کنترل تی این حالا شکل منشورمون رو بزرگ میکنیم. حالا تو هر مکانی که خواستیم میتونیم قرارش بدیم و خب توی این قسمت تیک رو میزنیم. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که با ابزار پن رو برداریم و خب حالا زوم بکنیم روی شیپمون، مثلا روی این قسمت ضلع بالایش. ابزار پن رو انتخاب میکنیم و از این قسمت به صورت یک حالا مثلث بالایی رو انتخاب میکنیم. سپس تو این قسمت کاری که ما میکنیم یک لایه جدید ایجاد میکنیم و با کنترل اینتر کار میکنیم که حالا این مسیرمون به حالت سلکت در بیاد و با آلت و بک اسپیس این قسمت رو حالا به هر رنگی که خواستین رنگ فورگراندتون حالا در میاریم و خب کنترل دی رو من میزنم و خب این دو ضلع دیگر رو هم همین کار رو انجام میدیم. خب بعد از اینکه حالا این کار رو انجام دادیم من میام این شیپ پایینی رو خاموش میکنم و خب به این حالت در میاد. کاری که شما باید بکنین اینه که خورده زوم بکنین، بیاین حالا اون شیپاتون رو بیاین جابجا بکنین تا درست در مکان خودشون قرار بگیرن. خب سپس کاری که ما انجام باید بدیم تو این قسمت اینه که از لایه بک‌گراندمون 3 تا کپی بگیریم و خب هر کپی رو میایم بالای همون لایه قرار میدیم. من کاری که میکنم این دوتا کپی بالایی رو خاموش میکنم و خب فقط کپی پایینی رو روشن نگه میدارم و با نگه داشتن دکمه آلت این رو کلیپینگ ماسک میکنم و خب کنترل تی رو میزنم یه خورده حالا این قسمت رو که جابجا کنم میبینین که توی این قسمت حالا اون عکسمون داره جابجا میشه و خب حالا مکان مناسبش رو انتخاب میکنم و تو اون قسمت قرار میدم. برای این دو تا لایه دیگه هم همین کار رو انجام میدیم. خب سپس توی این قسمت کاری که ما باید انجام بدیم دوباره بیایم بالای هر کدوم از این لایه ها یک لایه خالی ایجاد بکنیم و با نگه داشتن آلت بیایم این رو ماسک بکنیم. خب توی این قسمت کاری که ما باید بکنیم اینه که براش رو انتخاب بکنم، براش سافرون و خب با فلو اوپاسیتی پایین. توی این قسمت من میام حالا نگاه میکنم این قسمت میام این ضلع بالاییش رو با رنگ سفید حالا یه حالت میتونم بهش یه حالت نور سفید بهش بدم و توی قسمت پایین بیام این رو به یک حالت سایه ایجاد بکنم به این حالت. سپس برای این لایه های دیگه هم همین کار رو انجام میدیم. خب سپس تو این قسمت میتونید فیلدشون رو یه خورده کمتر بکنید تا حالا یه حالت نرمتری به وجود بیاد. خب بعد از اینکه این حالت ایجاد شد کاری که ما باید بکنیم اینه که همشون رو به یک گروه تبدیل بکنیم. خب تو این قسمت یک لایه جدید من ایجاد میکنم و خب با ابزار پلیگان میام یه حالت مثلثی تو این قسمت ایجاد میکنم و خب با آلت و بک اسپیس این رو به رنگ مشکی در میارم و خب میام از قسمت فیلتر گاشن بلر میام این حالت حالا گوشه هاش رو نرم میکنم به این حالت و خب روی اوکی میزنم، فیل رو کمتر میکنم. تو این قسمت میتونید کنترل تی رو بزنید و روی پرسپکتیو کلیک بکنید و خب حالا بیان یه حالت پرسپکتیو براش ایجاد بکنید که حالا نقش سایه‌مون رو داشته باشه. روی تیک میزنیم و خب تو این قسمت میتونیم مجددا فیلش رو کمتر بکنیم.
و خب میبینید که خیلی راحت شما تونستین که همچین افکت جذابی رو ایجاد بکنید. اگر از این سبک آموزشام خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که چنلم رو سابسکرایب کنید و حتما خیلی ممنون میشم ازتون که یک کامنت انگلیسی بذارین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.